حیات و فعالیت احمد زویال، عالم زمانها که کیمیا را به فیلم تبدیل داد. احمد زویال سال 1946 در شهر دمنهور مصر تولد شد و در شهر دیسوق به وایه رسید. پدر او مکانیک بود، مادرش خواننده و تربیتگر. از کودکی به علم و کتاب شوق زیاد داشت. او در سن 10 سالگی تلسکوپ داشت و دایم تجربه میکرد. پس از ختم دانشگاه اسکندریه در مصر برای ادامه تحصیل به ایمه رفت. در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کرده رساله دکتریش را با موفقیت دفاع کرد. پس از تحصیل در دانشگاه کالتک، یکی از مؤسسه های با نفوذ علمی جهان، همچون پروفسور تعیین شد و تمام عمر در آنجا تحقیقات برد. زویال اولین کسی شد که حرکت اتم ها را در فاصله femtoثانیه، 1 femtoثانیه برابر است به 10 درجهش مینوس 15 ثانیه ثبت کرد. چی معنا دارد؟ وی با استفاده از لازرهای اولترا قوی توانست لحظه شکستن و بند شدن پیوندهای کیمیاوی را بیند، مثل فیلمبرداری اتم ها. تحول در کیمیا و فیزیک آورد. کشفیاتی که او کرد به فهمانیدن روندهای بیولوژی، داروسازی و فتوسینتز کمک کرد. در بنیاد تکنیک های طبی، انرژتیکی و نانوتکنولوژی تاثیر عمیق گذاشت. سال 1999 زویال جایزه نوبل در کیمیا گرفت. او اولین مصری و عربی است که در این ساحه به چنین جایزه مشرف شد. بعد از آن به حیث مصلحتچی علمی پرزیدنت ایمه باراک اوباما به نماینده علمی مصر فعالیت کرد. با وجود شهرت همیشه به ریشه‌اش افتخار میکرد. کتاب نوشت، جستجوی علم و ریشه های من. در آن حیات شخصی و راه دشوارش را بیان کرده است. احمد زویال 2 آگوست سال 2016 در سن 70 سالگی درگذشت. دانشگاه و مرکز علمی به نام او تأسیس داده شد. پل اساسی دیسوق به نام او گذاشته شد. مصر او را قهرمان ملی نامید. احمد زویال نشان داد که با اراده، صبر و محبت به علم میتوان روشنترین لحظه های تاریکی اتم را روشن کرد. وی نه تنها یک کیمیادان بزرگ، بلکه رمز امید برای عالمان جهان عربی و اسلام گردید.